خب دوستان سلام و عرض ادب. امروز تراش قلتک قطر 400 میلیمتر رو داریم. ضخامت این قلتک 40 میلیمتره و طول قلتک هم حدوداً 313 سانتی متره. وزن این قلتک حدوداً 1 تونه و به یه دلایلی حالا ما امروز یه کار جدید رو انجام دادیم و چون لینتمون این کار رو نمیگرفت، به قولی ما اومدیم یه لینت جدید برای این کار طراحی کردیم که در ادامه کار این لینت رو مشاهده میکنیم. امیدوارم که از این نوآوری بتونید استفاده کنیم و کاراتون رو مثل ما انشالله به خوبی انجام بدیم. و نکته جالبی که داره این لینت سرباز هستش و به دلیل اینکه وزن قلتک سنگینه لزومی ندیدیم برای اینکه روی لینت رو ببندیم. امیدوارم که بتونین از این ویدیو استفاده کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا بیشتر با هم در ارتباط باشیم و همچنین میتونید ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید، شاید بتونه مشکل اونا رو هم برطرف کنه. موفق و مؤید باشید. روز و روزگار خوش.